وقتی اسم دمت اوزدمیر میاد بیشتر ما او رو با نقش‌های محبوبش تو سریال ترکی میشناسیم، اما پشت این چهره مشهور یه زندگی حرفه‌ای و مالی بسیار جالب وجود داره که باعث شده نام او بارها در فهرست پردرآمدترین ستاره‌های ترکیه مطرح بشه. دمت فقط از بازیگری درآمد نداره، حضورش در تبلیغات، قراردادهای برندها، پروژه‌های تلویزیونی و سینمایی و فعالیت‌های تجاری بخش‌های مختلفی از مسیر درآمدزایی اون رو تشکیل میده و همین موضوع باعث شده سبک زندگی او برای بسیاری از طرفدارانش جذاب باشه. اما سوال اصلی اینجاست: دمت اوزدمیر واقعاً چقدر ثروت داره و درآمدش از هر پروژه چقدره؟ ارقامی که درباره دستمزد او در رسانه‌ها منتشر میشه گاهی واقعاً باور نکردنی است، اما کدوم رقم واقعی است و کدوم فقط یک ادعای رسانه‌ای؟ نکته مهم اینه که رقم دقیق دارایی و درآمد سالانه دمت به طور رسمی و کامل منتشر نشده. بنابراین هر عددی که تو رسانه‌ها می‌بینیم الزاماً به معنی ثروت واقعی او نیست. با این حال حجم پروژه‌ها و قراردادهای تجاری او نشون میده که دمت در سطح بالای بازار سرگرمی ترکیه قرار داره. دمت اوزدمیر مسیر شهرتش رو یک شبه طی نکرد. او ابتدا با فعالیت‌های هنری و حضور در پروژه‌های تلویزیونی وارد دنیای سرگرمی شد و به تدریج با انتخاب نقش‌های پرطرفدار تونست نامش رو به یکی از شناخته شده ترین چهره‌های زن تلویزیون ترکیه تبدیل کنه. نقطه عطف مهم تو مسیر حرفه‌ای او حضور در سریال‌هایی بود که باعث شدن محبوبیتش فقط محدود به ترکیه نمونه و در کشورهای مختلف به خصوص میان طرفداران سریال‌های ترکی به یک ستاره تمام عیار شناخته شده تبدیل بشه. اما چیزی که امروز بیش از همه توجه مخاطبان رو جلب میکنه سبک زندگی دمته. سفرهای خارجی، حضورش در رویدادهای لوکس، لباسهای برند و تصاویری که از زندگی روزمره‌اش تو شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنه تصویری کاملا متفاوت از روزهای ابتدایی فعالیتش رو نشون میده. البته باید یک نکته رو در نظر گرفت: هر چیزی که در شبکه‌های اجتماعی میبینید لزوما نشان دهنده میزان واقعی ثروت یک سلبریتی نیست، چون بسیاری از لباس‌ها، جواهرات و حتی سفرها ممکنه بخشی از همکاری‌های تبلیغاتی یا فعالیت‌های هنری باشه. یکی از مهمترین منابع درآمد ستاره‌هایی مثل دمت قراردادهای تبلیغاتی. برندها برای همکاری با چهره‌هایی که میلیون‌ها دنبال کنند و مخاطب دارند مبالغ قابل توجهی پرداخت می‌کنند و همین قراردادها میتونه درآمد یک بازیگر رو چند برابر کنه. جالب اینجاست که محبوبیت دمت اوزدمیر باعث شده ارزش تجاری نام او فقط به بازیگری محدود نباشه. حضورش در کمپین‌های تبلیغاتی میتونه برای برندها نوعی دسترسی مستقیم به میلیون‌ها طرفدار در ترکیه و خارج از ترکیه ایجاد کنه. از طرف دیگر هر پروژه جدید تلویزیونی میتونه جایگاه مالی و حرفه‌ای اون رو بالاتر ببره، چون وقتی یک بازیگر به یک ستاره تضمین شده برای جذب مخاطب تبدیل میشه، قدرت چانه‌زنی او برای قراردادهای بعدی نیز افزایش پیدا میکنه. اما شاید جذابترین بخش ماجرا این باشه که دمت چگونه تونسته از یک بازیگر محبوب به یک برند شخصی قدرتمند تبدیل بشه. ترکیبی از بازیگری، حضور رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات و انتخاب هوشمندانه در مسیر حرفه‌ای او. درباره خانه، خودرو، جواهرات و دارایی‌های شخصی او نیز در فضای مجازی مطالب زیادی منتشر میشه، اما همه این ادعا قابل تایید نیستند و بهتره بین اطلاعات رسمی و شایعات مربوط به زندگی سلبریتی‌ها تفاوت قائل بشیم. چیزی که تقریبا نمیتونیم انکارش کنیم قدرت برند شخصی دمت اوزدمیره، چون حتی یک حضور ساده‌اش تو یک مراسم یا انتشار یک عکس جدید میتونه حسابی توجه رسانه‌ها و طرفداراش رو به خودش جلب کنه. حالا تصور کنید یک بازیگر همزمان از چند مسیر مختلف درآمد داشته باشه: دستمزد بازیگری، قراردادهای تبلیغاتی، همکاری با برندها و پروژه‌های رسانه‌ای. طبیعیه که درآمد چنین چهره‌ای میتونه بسیار بیشتر از تصور مخاطبان عادی باشه. اما آیا دمت اوزدمیر واقعاً یکی از ثروتمندترین بازیگران زن ترکیه است؟ پاسخ دقیق به این سوال بدون دسترسی به اسناد مالی خصوصی او ممکن نیست، ولی جایگاه او در صنعت سرگرمی و حجم همکاری‌های تجاریش نشون میده بیشک از موفق‌ترین ستاره‌های نسل خودش به حساب میاد. شاید جالب باشه بدونید موفقیت مالی دمت فقط نتیجه شهرت نیست. سالها فعالیت، انتخاب پروژه‌های مناسب، حفظ محبوبیت و ساختن تصویر حرفه‌ای و جذاب تو رسانه‌ها همه در تبدیل شدن او به یک چهره تجاری قدرتمند نقش داشتند. بنابراین اگه جایی عددی عجیب درباره ثروت دقیق یا درآمد ماهیانه او
دیدید قبل از باور کردن او حتما منبع خبر رو بررسی کنید، چون در دنیای سلبریتی ها فاصله بین یک رقم واقعی و یک شایعه میتونه بسیار زیاد باشه. اما یک چیز مسلم و مشخصه، دمت اوزدمیر دیگه فقط یک بازیگر عادی و محبوب نیست، بلکه یک برند شناخته شده در صنعت سرگرمی ترکیه به حساب میاد و همین برند شخصی میتونه سالها براش درآمد و فرصت‌های جدید ایجاد کنه. حالا شما بگید به نظرتون دمت اوزدمیر بیشتر به خاطر بازیگری به این سطح از موفقیت مالی رسیده یا قراردادهای تبلیغاتی و شهرت بین‌المللیش نقش بزرگتری داشتن؟ نظرتون رو تو کامنت ها بنویسید و اگه میخواهید از جدیدترین اخبار، درآمدها و حواشی ستاره ترک با خبر بشید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. شاد و سلامت باشید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.